سلام دوستان. امروز ما کمی در موضوع پیدایش عالم از نگاه دین اسلام صحبت میکنیم. حالا شما میفهمید که خداوند عالم را با وجود بی حد و کنار بودنش چگونه آفریده است. اولین چیزی را که خداوند خلق کرد چی می باشد؟ و کدام از مخلوقان خدا از جهت بزرگی در جای اول می ایستد؟ نوار را با دقت تماشا کنید، به همه این سوال ها جواب گرفته برای خود معلومات های مهم را می فهمید. روز به نزد پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم چند شخص از ملک یمن آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا، ما را از اولی پیدایش خبر ده. پیامبر خدا در جواب چنین گفتند: کان الله ولم یکن شیء غیره، یعنی الله ذات است یک و یگانه، کسی و چیزی پیش از خدا وجود نداشت و وجود داشتن خدا را نه اول است و نه آخر. او همیشه زنده و پاینده است. چگونه ای که به همگان معلوم است، اولین چیزی را که خداوند آفریده است این آب می باشد. متاسفانه در این موضوع اختلاف های زیادی جای دارند. بعضی ها می گویند اولین چیزی را که خداوند آفریده است این قلم می باشد. بعضی دیگر باشد بر آن نظرند که خداوند بار اول نور پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را آفریده است. پس بیایید گوش اندازیم که خدای تعالی در قرآن کریم چی گفته است. آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین بسته بودند، پس آنها را وا کردیم و هر چیز زنده را از آب پیدا کردیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟ و باز ابن حبان حدیث را از ابو هریره رضی الله روایت می کند: ان الله تعالی خلق كل شیء من الماء، یعنی در حقیقت خداوند همه چیز را از آب آفریده است. چگونه ای که از آیت های قرآن کریم و حدیث های صحیح پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به ما معلوم گشت، اولین چیز را که خداوند آفریده است آب می باشد و پیدایش همه چیزهای دیگر از آب سرچشمه می گیرند. بعد آفرینش آب خدای تعالی مخلوق را خلق کرد که از جهت بزرگی در جای اول می ایستد. این آفرینش بزرگ عرش خداوند بود. خداوند عرش را پیش از آفرینش فرشته ها، آسمان ها و زمین و همه چیزهایی که در زیر او یعنی خود عرش جای دارند آفریده است. همه آن چیزهایی که ما درباره کائنات می‌دانیم به مثل گالاکتیکا ها، ستاره های بیشمار، آفتاب و ماه، سیاره ها، این همه در آسمان دنیا یعنی در آسمان یکم جای دارند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین گفتند: آسمان یکم در برابر آسمان دوم و مانند انگشترین است در بیابان کلان پرتافته شده. آسمان دوم باشد در برابر آسمان سیوم چنین بزرگی دارد. و این چنین همه آسمان ها نسبت آسمان در بالای خود بوده چنین مقایسه می شوند، یعنی که آسمان دوم نسبت آسمان یکم میلیاردها مراتب بزرگ است. آسمان سیوم باشد نسبت آسمان دوم چنین بزرگی دارد و تا آسمان هفتم همین گونه است. ناگفته نماند که خدای تعالی مخلوق دارد با نام کرسی. آسمان های هفتگانه در برابر کرسی خداوند و مانند همان انگشترین است در بیابان کلان پرتافته شده. یعنی کرسی خداوند میلیاردها مراتبه از 7 قبت آسمان کلان است و کرسی نیز با وجود اینقدر بزرگ بودنش در برابر عرش خداوند و مانند همان انگشترین است در بیابان کلان پرتافته شده. از این خلاصه می براید که خداوند عرش را به نهایت بزرگ و کلان آفریده است.
درباره حکمت آفرینش عرش یکی از داناترین صحابه پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم حضرت علی رضی الله چنین گفتند: ان الله خلق العرش اظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذات. یعنی خداوند عرش را برای نشان دادن قدرت خود آفریده است، نه اینکه جایی است برای خود. از همه فرشتگان کلانترین بردارندگان عرش می باشند که شماره آنها 4 تا است و در روز قیامت شماره اشان به 8 می رسد. این فرشتگان در برابر عرش بسیار خرد می باشند، لیکن این معنای آن را ندارد که آنها مخلوق خرد جوسه اند. در حدیث عائد بزرگی آن فرشتگان چنین گفته شده است: مسافه بین گوش و کتف یکی از آن فرشتگان و پرواز 700 ساله از همه پرنده تیز پرواز کننده برابر است. چقدر بزرگ بودن آن فرشتگان را خودتان تصور کنید. بعد آفرینش آب و عرش خداوند قلم را آفرید و قلم با او سخن گفت. خداوند گفت: نویس آن چیزهایی را که بود، هست و آن چیزهایی را که تا روز قیامت به عمل می آیند، به درستی که ما همه این چیزها را با اندازه آفریدیم. یعنی خداوند پیش از آفرینش تمام موجودات در لوح المحفوظ تقدیر یا این که چگونه بودن آنها را ثبت کرده است. بعد 50,000 سال از آفرینش قلم، خداوند آسمان ها و زمین، کوه ها و دریاها و همه این موجوداتی که در بین آنها قرار دارند آفریده است. در قرآن کریم گفته شده است: خداوند آسمان ها و زمین و تمام موجوداتی که در بین آنها قرار دارند در 6 روز آفریده است و او را خستگی فرا نگرفته است. و به درستی آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان هر دو است در 6 روز آفریدیم و به ما هیچ ماندگی نرسید. ناگفته نماند 6 روزی که در آن آسمان ها و زمین آفریده شده است مثل روزهای مقرره ما نیست. درباره درازی این روزها در قرآن کریم چنین گفته شده است: و از تو عذاب را زود می طلبند و خدا هرگز وعده خود را خلاف نخواهد کرد و به درستی که یک روز در نزد پروردگار تو مانند 1000 سال است از آنچه شما می شمارید. چگونه ای که از آیاتهای قرآن کریم به ما معلوم گشت، درازه مدتی که خداوند آسمان ها و زمین و همه موجوداتی در بین آنها بوده را آفرید برابر به 6000 سال می باشد. بعد آفرینش ملائک و جنات و مخلوقان دیگر خداوند انسان را می آفرد. اولین انسانی که خداوند خلق کرد حضرت آدم علیه السلام می باشد. حدیث را امام مسلم روایت می کند که گفته شده است: بهترین روز هفته روز جمعه می باشد، چون که در این روز حضرت آدم علیه السلام آفریده شد. دوستان عزیز، این بود معلومات مختصر درباره پیدایش عالم. برای تماشای دوام این موضوع، یعنی پیدایش آدم، به رسمی در بالای اکران بوده زیر کرده تماشا کنید.